من به عشق این اومدم. این بغلا تعدیگ خالیه. واقعا چیزی تو دنیا میتونه از این ماکارونی خونگی و خوشمزه جذاب‌تر باشه؟ گنجداشو ببین آخه. سلام خدمت شما بینندگان عزیز. کلا منتظر ببینه یه نکته بگیر. دارچینش کاملا مشخصه. قراره یه پای سیب تازه بخوریم، ماهی با نارنج، ماکارونی جذاب و یه برگر مرغ نوستالژی. خوش اومدید به قسمت جدید تهران استریت فود. قراره نظر صادقانه‌مون رو بگیم و آخر ویدیو هم 1 تا 6 نمره بدیم. دمم فرهاد گرم. وقتی اومد از ما حمایت کرد خدا شاهده پوستم هم بهتر شد. قطعا همتون فرهاد پز رو دیدین. بعد از فیلتر شدن اینستاگرام یه کار خیلی خوب و قشنگی کرد. حمایت از کسب و کار بانوان ایرانی. همونجا بود که ماکارونی عزیزمو دیدم. از اونجایی که از این حرکتش خیلی خوشم اومد بود، گفتم بریم چند تاشون رو ویدیو بگیریم براتون. اولین ویدیویی که گذاشته بود پای سیب خونگی خانم خردیار بود. بریم بخوریم ببینیم چه جوریه. شیرینی پای سیب خونگی، سیب تازه و دارچین داخلشه و کیک هویج گردوئه که هویج و گردو چرخ شده. آیتمای دیگه سفارشیه، مثلا کیک باقلوا، پیراشکی و دونات سفارش میدن میان میبرن، ولی پخت روزم ایناست هر روز ثابته. پای سیبا 15 تومنه، هویج گردو 20 تومن. مشتری ثابت زیاد دارم. نارمک، تهران پارس، از آمریکا. از آمریکا؟ آره از آمریکا سفارش میدن اینجا، من برای فامیلاشون میفرستم. آقای فرهادم که دستشون درد نکنه لطف کردن. اولین پستشون بود بعد 2 ماه و خیلی خوب بود، دستشون درد نکنه. خردیار هستم، 1 سال خورده اینجا میرسم اینجا 12 تا تموم شه. آدرسم هم که نرسیده به میدون توحید بعد از کوثر سوم روبروی فروشگاه نیرو موتور وای میستم. یه دونه پای سیب بخوریم، یه دونه هم که هویج بیشتر نمونده. ما تو ترافیک گفتیم اون یه دونه رو نگه دار تا ما جا پارک گیرمون بیاد برگردیم. روش خوردن پای سیب اینجا میاد برمیگردونیم اینوری. به به آقا جاتون خالی. دارچینش کاملا مشخصه. قشنگ خونگیه دیگه. همه رو خوردم برای آی فیلم بردار نگه نداشتم. کشتی بگیریم هر کی بود. یه دونه کیک هویج مونده. مشتری کیک هویج رسید. من مشتری قدیمی ترم. بس کنید با هم. می‌خواستیم کشتی بگیریم. یه دستکش یه تیکه میکنن. بافت هویج قشنگ مشخصه. پایین‌تر مغازه داریم این خیابون ستارخان مسیرم. هر روز من یه 6 7 ماهیه که میام و میرم مزاحمشون میشم. ببینیم چه جوریه. عالیه حرف نداره. گردوی چرخ شده و دارچین داره. حالا بعضیا دوست دارن گردوش درشت‌تر باشه ولی من واقعا فرصت نمی‌کنم با دستم بشینم برین حجم و ریز ریز. من دوست دارم درشت‌تر باشه. من تو راهم اگه فقط ترافیک بذاره. دست شما درد نکن. اینجایی که میریم غذا خونگی داره با یه قیمت خیلی به صرفه. شیراز جنوبی سر اتحاد خانم محرمی هستن. غذاهای ثابتمون که زرش پلو، چلو جوجه، قیمه، قرمه، کباب یک سیخ، 2 سیخ، چلو وزیری، چلو ماهی، چلو گوش، عدس پلو اینا ثابتامون هستن، ولی بعضی غذاهامون مثل ماکارونی استانبولی بعضی روزا چرخشی داریم. هر کس هم از پیج بیاد بهش تخفیف میدن. معمولا جوجه میگیریم. هم از لحاظ کیفیت هم قیمت. کدوم غذاتون از همه بهتره؟ وزیری و چلو ماهی رو خیلی مشتری‌ها میپسندن. جوجه میگم. جوجه 2 تا جوجه بده. من حساب میکنم. ماهی بده. جوجه نداری؟ ماکارونی. ماهی رو هم بده. ساعت 5 بلند میشیم، مرغ سرخ کردن و ماهی سرخ کردن و اینا. قیمه قرممون هم که از قبل بار گذاشتیم عمل اومده. و آدرسمون ونک ملا صدرا، خیابون شیراز جنوبی، سر کوچه اتحاد یا قانعی. نه اینا که بکش برای بچه‌ها هم برای ما حساب کن. 4 تاشو با هم حساب کن. 2 تا ماهی، یه وزیری، یه ماکارونی. 1321. چرا ریختم رو جوجه؟ آره اینجام به چلونه. چلو کباب وزیریشونه. یه تیکه کوبیده. خیلی سوسوه. کوبیده معمولیه. دماغ بریدم. یه تیکه هم جوجه برید. همه جالبی نداشت. یه ماهی هم گرفتیم. جالب به نظر میرسه. من فکر کردم ماهیشون کبابیه ولی سرخ شده است. جاتون خالی. ماهیشون باحاله. من همیشه ماهی دوست داشتم. واقعا حال میده. جای بعدی خیلی نزدیک بود اما انقدر ترافیک دیدیم تا رسیدیم رفته بودن. غذا رو میدن این سوپرمارکت بغل نگه می‌داره. بریم بگیریم ببینیم چه جوریه. سلام خدمت شما. محسن هستم، محسن بختیاری. 32 ساله. پیج کاریمم بیارم ثبت و سند برابر. سوپرمارکت پسران خوب واقع در میدان ونک، ابتدای خیابان برزیل. شماره تلفن شعبه ونکمونم 88 67 56 22. در خدمت شما هستیم با سرویس در محدود رایگان. اینجا یه خانومی هستن کارآفرینن، بنده خدا خودشون تقریبا 2 ماهی هست
که میان جلو در مغازه مشغول به کار هستن، ما هم به نوبه خودمون کمکشون. آدرسشون میدان ونک، ابتدای خیابان برزیل، جنب درمانگاه، روبروی پسران خوب که سوپرمارکتی که بنده هستن. ساعت کارشون از ساعت 11 تشریف میارن تا 4 الی 14 دقیقه میرن دیگه. این بوقا چی میگه آقا؟ این بوقا اینجا چراغ قرمز میکنن، دوستان عزیزم تو ماشینای خورده کم حوصله‌ان، بوق میزنن که حوصله‌شون سر نره. یه بالاخره بعد مسئولین یه فکری به حال این ترافیک تهران حتما بکنن. نمیتونه، راهی نداره. بخوان میتونن. سودش تو اینه که ترافیک باشه. ما بی سواد. قیمه، قرمه، جوجه، کوبیده. جاتون خالی همین الان اینکه بیاید من داشتم میخورم. قرمه سبزی هم. دلتون نخواد. قیمه، قرمه، جوجه، مرغش هر روزیه ولی عدس پلو و ماکارونی لوبیا و استانبولی در طول هفته یه روز هر کدومو میزنه. کیفیت غذا در حد خودش خوبه. ما خدا رو شکر راضییم. من تقریبا تو این 2-3 ماهی که از ایشون میگیریم ذائقه‌مون به غذای ایرانی بیشتر شده. با این هزینه هم که هست بالاخره ایشون هم داره سعی میکنه که سود کم بگیره ولی کیفیت نسبتا بالاتری. خورشتاش دونه 50 تومنه، ماکارونی و عدس پلو دونه 45 میده، کباب ویژه داره 75، تکسیخش 55 اشتباه نکنم، باقالی پلوش که خیلی هم اینجا استر کرده 80 تومن. اون روزی هم که آقا فرهاد زحمت کشید حمایت کرد، یعنی یه جهش 80% ایشون داشت و همیشه هم دعاگوش هست. الان فکر کنم جو قیمه و کوبیدش مونده ولی خورشش بهتر. من خودم چون خورش خورم پیشنهادم دیگه شما هم خورش میل. مردم ایران همدیگه دوست داشته باشید، مهربون باشید، هوا هم داشته باشید، اینقدر گرون به هم دیگه ندید. آدم تا میتونه از سرپرست خانواده مخصوصا زن ایرانی حمایت کنه ارزش به خود مرد ایرانی میده. شما مهمونه شما لطف میکنید ولی واقعا یه جوجه 60 یه قربان 50 110 تومن قابل دارم نبود. مهمون ما باشید. قرمه سبزی جاتون خالی. برنجش دیگه جالب نیست اسم میکنم. خیلی قرمه سبزی خفنی نیست واقعا ولی قیمتش به صرفه است. آقای فیلم بردار برنجش خوب دم نکشید، یه کوچولو سفته. از اونجایی که بعداً متوجه شدم 2 جای آخر با یه آشپزخونه کار میکنن بهشون یه نمره میدم. حقیقتش باید بگم خیلی فاز حمایتی نگرفت. شب شد دیگه. یکی از این ویدیوهای حمایتی یه ماکارونی خیلی جالبی داشت. بریم ببینیم. میذارم ویدیو بگیریم هم ماکارونیش چجوریه. همین که رفتیم تو دیدم لازانیا داره. درسته منم مثل شما عاشق ماکارونی ام ولی لازانیا رو بیشتر دوست دارم. یه جورایی سوگلیه. اومدیم دیدیم که لازانیا دارن. برای همین اول لازانیا رو میرم. جاتون خالی. من اعتقادم اینه که لازانیا رو باید خونه درست کنیم. ولی این خوبه. لازانیاش خونگیه. خونگی درم میشه. خانم ایروانی هستن. اینجا اغذیه لوتوسه. خیابون فلسطین شمالی. روبروی هدفمندی یارانه خواست. سرآشپز اینجا خواهر همسرمه. تقریبا سعی می‌کنیم که همون ادویه همون سبک سیاق غذای خونه باشه. چون سرآشپز خانومه حواسش جمع از نظر بهداشت و کیفیت کاری که داره ارائه میده. وقتی کسی میاد تو واقعا این حس رو داشته باشه که الان یه غذایی داره میخوره، طعمش یا مزهش یه کوچولو به اون غذای مامان پزه نزدیک باشه. اینجوری شروع کردیم. خواهر همسر من دستپختش عالیه. ازش کمک گرفتیم و تا الانم 10 ساله که این کارو شروع کردیم و الان به اینجا رسیدیم. نظر شما چطور؟ لازانیایی که من خودم تو خونه میپزم خفن تر از اینه. آره خب نمیگم خوب نیست. یه کاریش کنم شاید بتونم بهتر از اینم درست کنم. لازانیا اینجوریه، غذاهای دیگه اینجوری نیست. بندری همیشه تو مغازه بیشتر حال میده. ولی لازانیا من خودم به این عقیدمون سس بشامل رو نرم و لطیفش می‌کنم. سس بشامل خیلی اعتقاد ندارم. اون حالت دورش که کریسپی میشه، خشک میشه. من دوست دارم تعدیگیشه. من دیگه چیزی واسه گفتن ندارم. سلیقه است. آره توی غذا کاملا سلیقه‌ایه. دوری سفره توی خانواده‌ام بشینی یا یکی میگه دستپخت مامان من خیلی فوق‌العاده است ولی کناری نظری نداره. بالاخره رسیدیم به ماکارونی عزیزم. من به عشق این اومدم. ببینیم چه جوریاست. جاتون خالی. خدای ماکارونیش خفن. حالا این ماکارونی طعم رب و گوشته قشنگ همون ماکارونی مامان پزیه که همه دنبالشن. بذار زیرشو نگاه کنیم. نگاه کن هیچ چربی نداده. واقعا خوشحالم. حالا بعضیا یه کمی چرب و چیلترش میکنن. این اونم نیست. یعنی یه کمی سالم‌تر هم. بغلاش تعدیق خالیه. رو ماکارونی هیچ حرفی نمیتونم بزنم. منتظر ببینه یه نکته بگی. اگه اومدید به من لازانیا چطور بود؟ دوغ آقای تقریبا محلیه. خوشمزه است. سالیان پیش قبل از کرونا اینا رو تو حالتی از این نصفش رفت. خیلی حال داد. دوغش خوبه بچه‌ها، خیلی خوبه. از این دستگاه بزرگ داشتیم اون بالا روی یخچال میذاشتیم. تو دوران کرونا دیگه بهمون گیر دادن. گفتن که اینا رو باید جمع کنین، مشکل
بهداشتی داره که اینا رو الان ما بطریشو داریم که خاطر قشنگ شدن و نوستالژی بودن داخل لیوانا میریزیم. پودرای پلیور ترکیه‌ای میریزیم که سردی دوغو بگیره، با نعنا میاریم روی میز. اینجا ما صبحونه هم داریم. از 7 صبح بازی، از پنیر برشته شمال گرفته تا لوبیا تخم مرغای شما، هوای بارونی و عدسی، انواع املت‌ها، کتلت‌ها فوق‌العاده است. کشک بادمجون‌ها فوق‌العاده است. قاسمی همون طعم پیرز قاسمی شمال، بادمجون کبابی. اولویا هم همش خونگیه با مرغ، اصلا ژامبون و اینا نداره. خوراک دل و جگر هم داره. واویشکا تقریبا شمالی روسیه. حالا دنیای واویشکا خیلی زیاده. شما هر چیزی رو که این مدلی درست کنی، حالا یا مرغ تو اسلایس کنی، کوچیک کوچیک کنی، پیاز داغ بزنی، بهش رب بزنی، گوجه بزنی، اینا میشه واویشکا. ما با مدل گوشت چرخ کرده شو داریم. شمال با دروده گوسفند و نمیدونم دل و جگر گوسفند و اینا درست. شاید کامنت بذارن بگن نه واویشکا مثلا با گوشتای تیکه کوچیکه. ویدیوی جغول بغوله جواد سیبیل هم این بالا ببینید. بیاین تست کنین ببینین چیه. نظرتون هم بگید. ما انتقاد پذیریم. اگه یه مشتری غذا خوب نبود وقتی به شما میگه باعث پیشرفت شماست. بله. اینجا منوی صبحونه و اینا که دارن من حتما باید بیام یه ویدیو صبحونه‌تون رو بگیرم اختصاصی. این سس گلوری سید داوود، واقعا این ماکارونی. آقای فراتر تماس گرفتن که ما می‌خوایم همکاری داشته باشیم با شما توی حالت شرکتی و اینا. سفارش 100 تا به بالا در روز. منم گفتم که نه، ما یه حجم خاصی کار می‌کنیم. شاید من بتونم همون 100 تا هم بزنم، ولی این مدلی نیستم چون کیفیت من، کار من تو مقدار کمه. سفارش مهمونی اینا قبول می‌کنیم. حالا مثلا 20 تا 30 تا تو مثلا 2-3 روز زودتر بگیم، بچه‌ها رو میگیم آماده سازی می‌کنیم و براتون ارائه. بلافاصله بعد 5-6 دقیقه اومد. برام خیلی شخصیت جالبی بود چون تا الان اینجوری کار نکرده بودم اصلا. الان یه ساعتی طول کشیده به ما اجازه بدن. آره ماسک زده بود، ماسکشو آورد پایین و گفت منو میشناسی؟ قیافش برام آشنا بود. من یه پسر 16 ساله دارم. خب اینا رو دونه دونه میگه مامان این کلیپو ببین، مامان اینجا اینجوری کار میکنه، مامان اینجا اینجوری تبلیغ میکنه. شماره شما رو میشناسم. من صحبت کردم ما یه پست حمایتی داریم که ما استقبال کردیم. گفتیم ما همینی، ما چیزی مخفی کاری نداریم. صاف وایسیم، لباسای شیک و مرتب که وایسیم الان بیان یه تبلیغ بگیرن. نه ما نیستیم، ما همینی. گرفتن ازمون، استقبال خوبی شد. یه سری مشتری‌ها که سالهای اول اومده بودن باز اومدن ما رو پیدا کردن. همون کیفیت اینجا مدیریتش همون مدیریتی که من، همسرم، آشپزش همون، خواهر همسرم. یه سری افراد جدید اومدن غذاهای ما رو تست کردن. یه سری مثل شما انتقاد کردن، یه سری خوششون اومد معرفی کردن. یه سری انتقادا شد که خانم چرا اون پشت دستکش چرا نزده، کلاه چرا نذاشت. سلامتیش و اولویتش با خودمونه دیگه. ما اینجا داریم کار میکنیم، همینجا غذا میخوریم. مردم ما یه ذره کم لطفی دارن میکنن، سریع توجه میکنم منو قیمته. وای اینجا من دارم همبرگر مثلا این تومنه، جای دیگه من میتونم نصف قیمت بخورم. چه کاری آخه؟ یه ذره دقت کنی سر این موضوع. واقعا اون کیفیتی که داری میخوری بابتش هزینه داره پرداخت میکنی. کامنت های آقای فرهاد هست میگه ماکارونی دیگه، یه ماکارونی چرا باید قیمت باشه؟ مگه چی داره این؟ کاری ندارم الان گوشت داره. برای سرپا نگه داشتن اینجا چه هزینه های جانبی دیگه دارم. خیلی خوشمزه بود ماکارونیشون. واقعا دوست دارم غذاهای دیگه شون هم تست کنم. لازانیاشو هم نظر با عرفانم یه مقدار جای کار داره و قراره برای آخر ویدیو برگر بخوریم. مهدی هستم. دوربین دیگه. چه دوربین؟ کلا دوربین مهدی هستم. اومدیم برگر بخوریم، برگر موتوری. مهدی هستم. دوربین. بابا خب وقتی سوال اومدیم برگر بخوریم ولی بارون گرفت. برگر موتوری آقای مهدیا. خیلی مخلصیم، خوش اومدین به برگر موتوری. ما اینجا برگرامون دستی، نون برگرمون هم نون مکه. آدرس ما تهران شهرآرا، دل جنوبی پارک شهرآرا. هوا هم بسیار سرده. بارندگی. آقا من از همین تریبون خواستم اعلام بکنم دمم و فراد گرم. انصافا وقتی اومد از ما حمایت کرد خدا شاهده پوستم هم بهتر شد. نگم براتون دیگه. دمش هم گرم، خدای خیلی مرد. یه برگر مرغ گرفتیم و یه دونه چوریزو برگر که رد برگر میگن بهش.
هوا سرد بود اومدیم داخل. ایشون چیزبرگر مرغ هستن، کاهو و گوجه و خیارشور و سس مخصوص داره. نونش هم یه نمه گریل شده. ولی همبرگر رو که می‌خوایم بخورید برعکس بگیرید که تا آخرش نون کم نگیرید. جاتون خالی. برای من یکم نوستالژی هم هست و حس خیلی خوبی داره. یه نمه طعم تخم مرغش میاد. سس چیلی تای رو اضافه می‌کنیم. فلفل هم اومد. برگر مرغمون مزه باشگاه میده. گوش جان بهش بسپری، مدرن تاکینگ هم پخش می‌کنه. رد برگرشونه، چوریسوشون هم آرمنه. سوای درست کردن برگر در راستای ساخت و تولید فست‌فود سیار و کافه سیار ما همینجوره در خدمتتون هستیم. حالا چه ساختش، چه مشاوره برای راه اندازیش. آب حوض میکشیم، پیرزن خفه میکنیم، فست‌فود سیار درست میکنیم، همه کار میکنیم. اینم آخرین جایی بود که اومدیم. حتما بیاین بگید که نمره کم دادم یا زیاد